سرخط خبرها: کشته شدن 280 نظامی اوکراینی در کورسک طی 24 ساعت گذشته. سربریانکا و نیکولایفکا توسط نیروهای مسلح روسیه سقوط کرد. اوربان اتحادیه اروپا می‌خواهد جنگ را به خاک روسیه بکشاند و 18 پهپاد اوکراینی در آسمان روسیه سرنگون شدند. سلام به همه. امروز با شما هستیم تا به بررسی مهمترین اخبار روز بپردازیم. آیا آماده اید تا با جدیدترین تحولات و رویدادها آشنا شوید؟ از اتفاقات داغ گرفته تا تحلیل‌های عمیق، همه را در این کانال بررسی خواهیم کرد. پس با خبر بشنو کانال خودتان همراه باشید. جهت حمایت از ما این ویدیو را لایک کنید و برای شنیدن تازه ترین اخبار و رویدادها حتما کانال خودتان خبر بشنو را سابسکرایب کنید تا بدانید جهان تحت تاثیر چه رویدادهایی قرار دارد. مشروع اخبار: کشته شدن 280 نظامی اوکراینی در کورسک طی 24 ساعت گذشته. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد تلفات نیروهای اوکراینی در محور کورسک طی 24 ساعت گذشته به بیش از 280 نظامی رسیده است. طبق بیانیه وزارت دفاع روسیه همچنین 3 تانک نیروهای اوکراینی منهدم شده است. وزارت دفاع روسیه از تسلیم شدن 3 نظامی اوکراینی نیز خبر داد. با احتساب آمار جدید شمار تلفات نیروهای اوکراینی در کورسک به 25943 نظامی و تانک‌های منهدم شده آنها نیز به 175 مورد رسید. سربریانکا و نیکولایفکا توسط نیروهای مسلح روسیه سقوط کرد. وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که کنترل شهرک سربریانکا و نیکولایفکا در دونتسک را به دست گرفته است. در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص اضافه شده است که واحدهای مرکزی نیروهای مسلح روسیه با بهبود وضعیت تاکتیکی خود شهرک‌های سربریانکا و نیکولایفکا در دونتسک را آزاد کردند. بیانیه وزارت دفاع روسیه در این خصوص اضافه می‌کند نیروهای مسلح اوکراین در شبانه روز گذشته در تمامی محورها مجموعاً 2065 نیروی نظامی خود را از دست دادند. گفتنی است که وزارت دفاع روسیه هفته‌های گذشته نیز در بیانیه اعلام کرده بود که نیروهای ارتش این کشور شهرک رازدولوفکا در منطقه دونتسک را تحت کنترل خود درآوردند. وزارت دفاع روسیه در گزارش هفتگی خود درباره عملیات نظامی ویژه در اوکراین اعلام کرده بود که گروه نبرد موسوم به سیویر 270 نظامی اوکراینی را در درگیری کشتند. اوربان اتحادیه اروپا می‌خواهد جنگ را به خاک روسیه بکشاند. وزیر مجارستان میگوید غرب قصد گسترش دامنه درگیری به سوی روسیه را دارد. ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان در سخنانی گفت که سران اروپا غرب را به سمت درگیری سوق دادند. نخست وزیر مجارستان تاکید کرد که اتحادیه اروپا می‌خواهد علنا وارد درگیری در اوکراین شود. اوربان با بیان اینکه ماهیت برنامه پیروزی آنها شامل گسترش دامنه درگیری است، گفت که بر اساس این طرح اوکراین برای پیوستن به ناتو دعوت خواهد شد تا میدان نبرد به سمت قلمرو روسیه کشیده شود. نخست وزیر مجارستان افزود که بخش دیگر این طرح پیروزی در جبهه شرقی است، به طوری که اوکراین بعدها نقش آمریکا را در تضمین امنیت تمام اروپا بر عهده خواهد گرفت. ویکتور اوربان پیش از این نیز گفته بود که وضعیت میدان نبرد مؤید شکست اتحادیه اروپا و کشورهای غربی در درگیری در اوکراین است. 18 پهپاد اوکراینی در آسمان روسیه سرنگون شدند. وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور دیشب در مناطق مختلف 18 پهپاد مهاجم اوکراینی را رهگیری و منهدم کردند. در این بیانیه آمده است که پدافند هوایی نیروهای مسلح روسیه شب دوشنبه موفق شد 18 پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق مختلف روسیه از جمله بریانسک و بلگراد منهدم کند. وزارت دفاع روسیه یکشنبه نیز با انتشار بیانیه اعلام کرد که ارتش اوکراین در حمله پهپادی گسترده‌ای قصد هدف قرار دادن 7 استان این کشور را داشته که سامانه‌های پدافند هوایی ارتش روسیه دست کم 110 پهپاد مهاجم اوکراینی را رهگیری و منهدم کردند. وزارت دفاع روسیه شنبه هم آمار جدید تلفات نظامی ارتش اوکراین در محور کورسک را اعلام کرد. بنابر اعلام وزارت دفاع روسیه، نیروهای مسلح اوکراین در نبردهای شبانه روز در محور کورسک بیش از 270 نظامی دیگر را از دست
دست دادند. در این گزارش آمده است که در این مدت 9 خودروی زرهی ارتش اوکراین نیز به دست نیروهای روسی منهدم شد. از اینکه در این سرویس خبری با ما همراه بودید جهانی سپاس.